تجديد رو دجمن زيادة که يعني هدف اوي چیه؟ هدف اوي كقالو سروك جهاف دورخه بالعكس حركي تجديد سروكي زيادة به ام سروكي خدا زيادة تري گرداينه و ايج ما تخواستن همبري في تجديده ام دا كفنا كولونان شو وقت جمع يعني تخواستن هر وقت بي يعني بي دوباره الپی هفته جی هم دا کمونه کلانان جبو سروک خواه کسی تجاران برای دنیا جی نکنه مش هف بقتینه امو سروک خواه به هفرانه سروک مش میتینگان اما دست بی بکنه جبو سروک وش چو وره خواستن جی جبو سروک ام حاضرن اما بکنه یعنی که هم چه بکن جی که ماسی مهین هنه هم چه بکن جی لهم بری سروک جبو تجدید سر سروک و دنیا کب سر سروک داد دگره هم چه بکن جی هین که مای مهنه و حتىش دات ما تيجي اما بكنا كمل باتي شهيدان قال لي كرد به عرب ترك كسي هاني فكره وفلسفه ريفر ابو ود ميجي خد هاتي چاندن گرگ ام 24 ساعتان ام لقادان بن لشرعان بن لكونان بن سبيك او دولته نتويكو كل بدر وقت كوباني آزادی سروک آپو دخواه هم به تجربه سروک آپو هم قبول نکن هم وقت دوی که قبول نکن با تجربه نه لسرطان سروک آپو همو گله کن دبی هم قبول نکن سرخواه اما برخواه بدن اما دا کفنا کولانا سروک آپو نه تنه حقی گلی کرد خواه حقی گل تبای دنیای دخواه یعنی ام قبول نکن اما دا کفنا کلانن اما برخواه بدن هم آزادی سروک آپو دخوادن که اگر سروک آپو آزاد ببه دنیا گی آزاد ببه